زلاتان ابراهیموویچ که به تازگی از فوتبال خداحافظی کرده است مدعی شده است که رئیس جام جهانی پادشاهان هستش. زلاتان ابراهیموویچ زاده 3 اکتبر 1981 بازیکن اهل سوئد وی پیشینه عضویت در باشگاه‌هایی همچون یوونتوس، اینتر میلان، بارسلونا، پاریس سن ژرمن، منچستر یونایتد، آس میلان رو داره. وی رکورد گل زدن در اولین بازی در تیم جدید رو داره. ابراهیموویچ یکی از بهترین بازیکنان همه دوران‌های فوتبال و از بهترین مهاجمان دوران خود به شمار می‌رود. و همچنین در کنار رونالدو، لیونل مسی، روبرت لواندوفسکی و لوئیس سوارز یکی از 5 بازیکن کنونی جهانه که بیش از 500 گل باشگاهی و ملی رو در کارنامه خودش داره. او با تکنیک، قدرت بدنی، شوت‌های قوی و دقیق و توانایی در کارهای هوایی مانند سرزنی معروف شد و در دوران حرفه‌ای خود به 32 افتخار تیمی از جمله چند بار قهرمانی در لیگ‌های مختلف لیگ فرانسه، سری آ ایتالیا و لالیگای اسپانیا و سوپرکاپ این کشورها، قهرمانی در لیگ اروپای 2016، 17 جام باشگاه‌های جهان و سوپر جام اروپا رسید. زلاتان ابراهیموویچ در تیزر معرفی به عنوان رئیس جام جهانی پادشاهان گفت: بیشتر از 30 جام بردم و بیشتر از 500 گل به ثمر رساندم. هیچ کس نیست که من را نشناسد. من دلتنگ فوتبال نیستم، فوتبال دلتنگ من است. من بهترینم. پادشاه پادشاهان، به جام جهانی من خوش آمدید. جام جهانی پادشاهان تابستان 1403 در حالی در مکزیک برگزار خواهد شد که فوق ستاره سابق دنیای فوتبال ریاست آن را بر عهده خواهد داشت. تورنمنتی که ابتکار پیکه، ستاره پیشین بارسلونا و تیم ملی فوتبال اسپانیا است. این مسابقات در 2 نیمه 20 دقیقه‌ای با حضور 32 تیم به صورت 7 نفره برگزار می شود و تعداد تعویض‌ها برای هر تیم نامحدود است. کارت قرمز و زرد مانند فوتبال وجود دارد و قانون آفساید نیز برقرار است. مهمترین جذابیت این جام موقعیت استفاده از کارت طلایی برای هر تیمه. تیم‌ها با این کارت میتونن به صورت تصادفی یک ضربه آزاد در هر نقطه و یا حذف بازیکن رقیب به مدت 2 دقیقه و یا فرصت 2 دقیقه‌ای برای زدن یک گل و 2 برابر شدن آن درخواست بکنند. حال باید دید سرنوشت جام جهانی پادشاهان و رئیس این جام جهانی یعنی زلاتان به کجا خواهد رسید. دوستان عزیز، خیلی ممنونم که با من همراه بودید. خوشحال میشم چنل مستر فوتبال رو سابسکرایب کنید.